با پیشرفت طب معاصر و با راه ماندن کارهای عامه‌فهمانی و تبلیغاتی، سمینارهای آموزشی، معرفت طبی و سانیتری اهالی بهتر گردیده و سالهای آخر بیماری‌های سیرایتی دامنه و زرپروین کاهش یافته است. دامنه بیماری سیرایتی بوده با راه‌های گوناگون به خصوص رعایت نادرست گیگین شخصی، استعمال نادرست غذا، استفاده از آب جوی و کنه‌ها و باز ده‌ها عامل‌های دیگری هستند که انسان را مبتلا می‌سازد. بیماری دامنه نیز یکی از بیماری‌های سیرایتی نهایت خوفناک به حساب می‌رود. سال‌های 1997 یکمین بار در جمهوری در شهر کولاب بیماری دامنه پنهان شد. بعداً سال 1997 در شهر دوشنبه این بیماری به قید گرفته شده بود. بیماری نهایت بیماری خوفناک می باشد که تاثیر رسانیش بر روده باریک و بعداً بر روده قفز تاثیر می رساند و به سیستم دل و رگ‌ها و به سیستم عصب، یعنی که به سیستم هاضمه تاثیر رسانیده، یعنی که به حالت‌های مرگاور نیز آورده می رساند. متخصصان سیرایت‌شناس اطلاع می‌دهند که وضع بیماری‌های سیرایتی معتدل بوده و کارمندان تمام ساختارهای ساحه تندرستی در شهرک و دهات آید و این مسئله کارهای نظررس را انجام می‌دهند. طب معاصر علاقه به پیش رفته ایستاده است. ما از روی تحلیل‌های لابراتوری، از روی تست مراجعت کردن شهروندان به بیمارخانه می‌توانیم پیشگیری نماییم سریع وقت این بیماری را. و این بیماری بسیارتر پهن می شود در بین مکتب بچگان و کودکانی که در تحصیلات های تا مکتبی، یعنی که عرض فعالیت میکنند، در اینجا بسیار پهن می شود و از همین سبب راه های پیشگیری اساسی این بیماری رعایت نمودن گیگین شخصی هر یک شخصیت می باشد. چگونه به ما و شما معلوم است کودکان و نورسان، یعنی که درست استفاده بردن گیگین شخصی را که رعایت نمیکنند، همین سبب می شود که به بیماری های سیرایتی مخصوصا به بیماری های دامنه کودکان گرفتار می شود. اساس برای آب هاضمه میگوییم، یعنی که دستانی افلاس به ارگانیسم انسان از انسان به انسان میگذارد. با راه‌های عامه‌فهمانی همه این بیماری‌های سیرایتی از بین نابود گشتند. حالا در ناحیه ما عموماً بیماری دامنه به قید گرفته نشده است. پیشگیری بیماری‌های سیرایتی و غیر سیرایتی با اهل جامعه وابستگی زیاد دارد. در ولایت ختلان صدها مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی فعالیت می‌نمایند که با آشخانه‌های نزد مکتبی تامین بوده و برای کودکان طعام و دیگر موادها پیشنهاد می‌گردد. وضع سانیتری باید در آشخانه‌ها تحت نظارت مسئولین قرار داشته باشند تا اینکه قاعده‌های بهداشتی رعایت کرده شود. بیماری دامنه بسیارتر پهنشویش از حساب آب است. آبی نوشیدنی هست. همین سبب می شود همون سالهای 1997 نیست کودکان وقتی که به آبوزی می روند، یعنی که از اون آب می نوشند، آبوزی می کنند، به خانه می آیند، علاقه تاثیر همون می شود که از یک کودک ضررناک شده یک عائله، یعنی که ضرر می‌بیند و به ما چگونه که معلوم است بیماری های سیرایتی بیماری معده‌ای و رودوی میباشند، اونها کودک هستند، شاید در همون آب اخلاط هم باشد، از همین سبب از اون آب مردم نوشیدند. در یک شبانه روز قریب 200-300 نفر را به بیماری دامنه به قید گرفتند. برای همین شکرگزار از اون هستیم که طول 2 سال اخیر است در جمهوری تماما بیماری دامنه را به قید گرفته نشده است. متخصصان سیرایت‌شناس ابراز می‌دارند که بیماری دامنه چون دیگر بیماری‌های سیرایت کننده نهایت خطرناک است برای سلامتی انسان. طبیبان به خیرگیری بیماری سیرایتی دامنه را که سالهای قبلی زیادتر به قید گرفته می‌شد در مؤسسه‌های تعلیمی ارزیابی می‌نمایند. معرفت طبی و سانیتری در سطح عالی، یعنی که در ما دیده نمی شود، چون که تا حال نیز هست حاجتخانه هایی که در نزد جویها و دریاها قرار دارد که این هم یکی از منبع سیرایت اساسی به حساب می رود. ما خواهش میکنیم که همون حاجتخانه هایی که در نزد جویها و دریاها است، از همون شهروندان خواهش میکنیم که باید که همین گونه نباشد،
چون این توسط فضله در آب پهن می شود و از اون آب تمام مردم می نوشند. این یکی از سبب‌های اساسی پهنشوی بیماری می باشد. دویم مسئله همین مسئله است که بسیارتر این عوام میخوریم در آشخانه های نزدی مکتبی، در آشخانه های نزدی باغچوی، در آشخانه هایی که در بازارها قرار دارند. شخصا اونها به گیگینه شخصی درست رعایت نمیکنند. دامنه در نتیجه استعمال غذا، آب یا تماس نزدیک با شخص سیرت شده به وجود می آیند. برانگیزنده این بیماری مکانهای افلاس و غیر سانیتری بوده، شهروندان باید به قاعده های بهداشتی محیط اطراف و جای استقامت اهمیت جدی دهند. از یک ظرفی که یک انسان آب می نوشد حتما باید که وی شسته شود و بعداً به دیگر نفر پیشنهاد کرده شود. متاسفانه این گونه نیست. ما چگونه که خودمان شاهد هستیم از یک ظرف ده ها کودک آب می نوشد، مخصوصا در آشخانه های نزدی مکتبی، مخصوصا در آشخانه های نزدی باغچوی. از یک ظرف ده ها کودک ها آب می نوشند. یکی از سرشوی بیماری های سیریاتی رعایت نمودن گیگینه شخصی می باشد. ما اگر بخواهیم که جامعه آباد باشد، سالم باشد، اولا نظر به همون چیزهای خرد میکنیم که چشمناگیر است در ما. آدمی سالم که آدمی بیمار را به ایالت آمد باید در نزدی وی شیشته خوراک نخورد و آن اشیاء انجامی که آدمی بیمار است دست نرسد. با او بسیار به نزدیک شیشته هم صحبت نشود. نشانه های بیماری دامنه این اول سستی بدن، حرارتی بلند، عرق کنی، بی‌تابی، خراب شوی مشاهده می شود، به اشتهایی، قید کنی، شکم روی. همه این علامت های بیماری دامنه می. زیاده از 70% اهالی ولایت ختلان از آب جوی و کانال ها استفاده می نمایند. این بیماری که موسمی می باشد نابسته از فصل، خروج نمودنش از امکان بیرون نیست. با ما چگونه معلوم است این علاقه در مسئولیت همون کارمندان آب تامین کنی می درآید، چون که اونها باید طول 2 هفته هر 2 هفته بعد از همون آبی که میدونن که قبورها گذشتگی است، یعنی که مردم استفاده میبرند، هر 2 هفته پس باید که از اون تحلیل های لابراتوری گرفته شود. چون تحلیل درست در تحلیل های لابراتوری یعنی که مشاهده کرده می شود و مخصوصا خلورهای هست که برای ارگانیسم انسان ضرر کلان نمی رساند، باید که همون آبهای نوشاکی از همون خلورها تامین باشند و حتما تحت نظارت مرکزهای سیس نیست، باید که تحت نظارت گرفته شوند همون آبهایی که ما می نوشیم. چنانه گفته شد به این بیماری که بیشتر کودکان مبتلا می شدند، یکی از عامل‌های سیرایت‌یابی محض در مؤسسه‌های تعلیمی بوده است. دیگر سبب‌های سیرایت‌یابی دامنه را طبیبان در استفاده از حاجتخانه‌های ناخوب و لمس کردن دهان پیش از شستن دستان، استعمال سبزیجات خام که با نجاست آدم باردار شده است، استعمال محصولات شیری افلاس شده و مشغول شدن به علاقه دهانی مقعد با شخصی که برانگیزنده باکتریاهای سالمونلا است. بیماری دامنه یکی از بیماری‌های خوفناکترین در بین بیماری‌های سیرایتی به حساب می‌رود. چگونه که قید کردیم، تاثیر اولش بر روده باریک است و بعداً بر روده غوض تاثیر می‌رساند. وقتی که بر روده غوض تاثیر می‌رساند و به نهایت درد سر سخت حس می‌کند بیمار، بعداً در اون روی به ایست او تا 10 12 تا 15 مرتبه در یک شبانه روز بعداً می‌شود تماما گشتن اشتها. علاقه بیمار از خوردن میماند و تماما نه خواهش یگان چیز خوردن را ندارد و این با سیستم دل و رگ‌ها تاثیر کلان میرساند، با سیستم معده و روده تاثیر کلان میرساند و بعدا نهایی با سیستم معده سر تاثیر کلان میرساند که علاقه حالت وزنینی بیمار چگونه که در ما مشهور است، میگن که علائم میگوید بیمار انمون گونه علائم میگوید
و ما اگر پیشگیری سری وقتی نکنیم این آورده میرساند به کفیدن یا دریدن همون روده غوث یا روده بوری که علاقه آریزه های وزنین است. اینجا علاقه با تاثیر دیگر دکترها مخصوصا دکترای جراح باید که اشتراک نمایند. بسیاری وقت در این حالت ها ما بیمار را از دست داده میتوانیم. غذایی که با طلبات استعمال کننده جوابگو نیست میتواند به عضوهای هاضمه، روده باریک و روده غوث تاثیر جدی رساند. آشپزها که در آشخانه‌های نزد مکتبی و تا مکتبی برای تیار نمودن خوراک و دیگر موادها وابسته گردیدند، اولا به تازگی محیط اطراف اهمیت جدی دهند و آن ظرف‌هایی که به کودکان خوراک پیشنهاد می‌نمایند باید با محلول‌های مخصوص بی‌ضرر نمایند، چون که توسط آبی افلاس شده بیماری دامنه سیرایت نمودنش از امکان بیرون نیست. پهنشوی اساسی این بیماری توسط آب می باشد، لیکن ما باید که از مد نظر دور نگیریم که این بیماری نه تنها توسط آب بلکه توسط غذا، توسط علاقه. مقصد یک کودک وقتی که در خانه بیمار می شود، ما گفتیم که در یک دهه وقتی که اونا زندگی میکنن در یک جوی آبازی میکنن، علاقه اونها یک دهه رو، یک خانه رو، یک مکتب رو، یک ناحیه رو یعنی که مریض کرده میتوانند. اینا بیماری هواگی و قطرگی هم هست، یعنی که میتواند که از یک شخص به شخص دیگر توسط هواگی و قطرگی گذرد، یعنی که در پرده های لعابی جایگیر شویش ممکن است. اون کودک از وقتی که عطسه میزند، وقتی که سلفه میزند و آداب دهانش رو پوشاندن رو ندارد، بنابر همین هم توسط غذا همین سبب می شود. در ما همین گونه یک عادت است. مثال ما وقتی که در یک خانه زندگی میکنیم از یک ظرف هممون آب می نوشیم. انا همین است رعایت نکردن گیگین شخصی. همون کودک وقتی که از اون پیاله آب نوشید از وی پدرش باز می نوشد، مادرش می نوشد و یا نوشسته، علاقه یک اویله بیمار می شود. مثال در یک آشخانه مکتب یا در یک باغچه کودکان بسیاری وقت به نظر می رسند که اونها از یک ظرف آب می نوشند، یعنی که هر دفعه نوشیدن و بازم شستن اون ظرف در ما راستی اونقدر عادت نیست. بنابر همین بیماری های سیرایتی به نهایت در ما زود پهن می شود. طبیبان سیرایت‌شناس ابراز نظر نمودند که برای پیشگیری از بیماری سیرایتی دامنه پدر و مادران، آموزگاران باید نسبت سلامتی فرزندان اهمیت جدی دهند و چنانی گفته شد یک نفر مبتلا شده اگر مکتب خوان باشد می تواند صدهای دیگر را سیرایت نماید. ما نیز از تمام تجهیزات های طبی علاقه دسترسی داریم به تمام تجهیزات های طبی، لیکن هیچ وقت یگان بیماری سیرایتی رو ما نمیتوانیم گوییم که ما توسط تجهیزات های طبی هم پیشگیری کرده میتوانیم. این رو باید از مد نظر دور نسازیم، چون ما این رو نمیتوانیم. و از همون مکتب بچگانی که تحصیل میکنن در مکتب ها یا که در باغچه هستن، در نزد هر یک مؤسسه مکتبی مخصوصا یک همشیره فعالیت میکنه در همون مکتب یا در همون باغچه. وقتی اولین شکایت های بیماری های سیرایتی همین حرارت بلندی هست، یعنی که سلفه خشک است، درون روی است، یعنی که ناتابی حس میکند. حالا یک شخصیت ناتاب شد، مادرش حس میکند، معلمش حس میکند، همین اونایی که در گرد اطرافش هستند اونا حس میکنند که همین کودک مریض است. که همشیره که وابسته در همون مکتب است باید که این کودک باید از نظر همون گذرانیده شود و بعداً به بیمارخانه لازم باشد انتقال کرده شود، تحلیل های لابراتوری گرفته شود. بیماری دامنه چون بیماری سیرایتی زرپروین در بدن انسان حامل میماند. حتی پس از برقرار شوی بعضی بیماران دامنه سیرایت کننده باقی میمانند. ما بسیار خواهش میکنیم از همین پدر و مادران، از معلمان که طول 2 روزه که در خانه طبابت میکنند، یعنی که طبابت آنها ثمره نمیدهد، از اونها خواهش کرده میشد که به بیمارخانه ها مراجعت نمایند. هنگامی که مراجعت می نمایند به بیمارخانه ها، علاقه بیمار در وضعیت خیلی بد مراجعت میکنند. اونها خود طبابتی رو در خانه میگیرند و بعدا به بیمارخانه ها مراجعت میکنند. بیماری دامنه نیست
حامل شده میتواند. از هزارها یک نفر حامل میشود در بیماری دامنه و خودش حس نمیکند، لیکن ضرر رسانیش به دیگران هست، حامل شده میتواند. مخصوصا اگر ما بگیریم یک آشپزی که در یک مکتب آشپزی میکند، اگر وی حامل بیماری دامنه باشد، الکی یک مکتب میتواند که به بیماری دامنه گرفتار شود. بنابر همین سبب در یک سال یک بار یا در 6 ماه یک بار هر آنی که در کارخانه های دولتی و غیر دولتی کار میکنند از تشخیص دکتر میگذرد. باید که به دل پر بگیم که همین انسان سالم است و حقی در همین وظیفه کار کردن را دارد. البته وقتی که یک آشپز حامل بیماری دامنه باشد، میتواند که یک شهر به این بیماری گرفتار شود. تبابت بیماری دامنه دراز مدت بوده، بیمار باید تا 40 روز تحت نظارت متخصصان سیرت‌شناس قرار داشته باشند. 40 روز وی باید تبابت گیرد و حتما باید که در بیمارخانه تبابت گیرد، چون این در خانه تبابت گرفتن این خیلی مشکل است و غیر چشم داشته است که این در خانه تبابت شود. وقتی که بیمار الکی به بیمارخانه به بیماری دامنه مراجعت میکنند، الکی حالت بینهایت در حالت وزنین مراجعت میکنند و باید که بیمار طول 20 روز اول بیماری و یعنی که در بستر از جایش نجنبد و باید که 20 روز از جایش نجنبد و تحت نظارت طبیبان باشد. در برابر اونی که یک طبیب سیرایتی تبابت میکند، وقتی که بیمار مراجعت میکند حالتش وزنین است، ما در اونجا دعوت میکنیم، یعنی که طبیب احیاگر رو ریانیماتولوگ میگویند، اونا دعوت میکنیم. ما طبیب قلب شناس دعوت میکنیم، ما طبیب عصب شناس دعوت میکنیم، ما طبیب جراح دعوت میکنیم، یعنی که ما کنسیلو میکنیم همون کسلا و یک جای خلاصه براری میکنیم. این به نهایت خوب میشود. این بیماری اگر که مبتلا شده سری وقت به مؤسسه های تندرستی انتقال داده نشوند و اطرافیان نیز سرایت می نماید. از این رو در روزهای اولین اگر که حرارت بدن دوامناک صورت می گیرد و طبیبان مراجعت نمودن حتمی می باشد. و مخصوصا میزی پهریزی 4 دارد، یعنی که فقط خوراک های یکم میگیم. ما فقط باید که از خوراک های یکم استفاده برم. ما مقدار آب نوشانی داریم در بیمارخانه، ما باید که از مقدار آب نوشانی من استفاده ببریم. از موادهای دارویی که وای طول 6 ساعت است، طول 8 ساعت است باید که گذرانیم، اونا را استفاده میبریم. از مخصوص کمپلکس ویتامین هایی است که اونا را استفاده میبریم. متاسفانه در خانه هر ساعت اینها رو رعایت نمیکنند. طبیبان باری دیگر تاکید می نمایند که بیماری دامنه می تواند و تمام عضوهای بدن زیان رساند. طبق اطلاع متخصصان هرچند این بیماری طی 15 سال است که به قید گرفته نشده است، اما برای پیشگیری از این بیماری ساکنان باید به اهمیت نباشند. بیمار وقتی که بیمار می شود درد سر سخت رو حس میکند، یعنی که از اشتها میموند، درد همین کوواکی شکمش نمیموند، یعنی که حالت‌های می شود که دشت وی به خون مبدل می شود، حالت‌های بود که خون پرتایی بود، این حالت‌ها هم در دیده می شود. یعنی که وقتی که فشار پست می شود الکی کار دل هم سست می شود و بعدا ما گفتیم که به سیستم عصب تاثیر می رساند. وقتی که به سیستم عصب که تاثیر رساند بیمار الکی علایی می گوید و به سیستم راه‌های نفس تاثیر می رساند که ما چگونه قید کردیم. در ما با تراپیوت ها دکتران تراپیوت لازم هستند که اونا میبینن. برای همین این بیماری نهایت بیماری خوفناک است، هرچند که مردم ما اونقدر این رو به اینوبت نمیگیرند. پرهیز برای مبتلا شده بیماری دامنه حتمی می باشد. از تمام خوراک های بریانی، از تمام آب های نوشاکی که گاز دارن، از اینها، از تمام خوراک هایی که خمیری است، ما مردم به قول اوتالا و منتو میگیم، از همه اینو پرهیز میکنن. طول 6 ماه، طول 1 سال. بعضا بیماران هستند که الکی 2-3 سال از بیماری میگذرد، میگن من تا حال هضم نمیکنم، وقتی که مشکلی دارن در هضم کردن. برای این طول 6 ماه باید که پرهیز کنن. آریزه بیماری سیرتی دامنه حتی بیمار را به پریتانیت برده میرساند. این بیماری نیز خطرناک است و عاقبتش جراحی است
аз ин рӯ табибон дастур медиҳанд ки то ба ин ҳолат нарасидан шаҳрвандон бояд ба қоидаҳои беҳдоштӣ ва истеъмоли дурусти ғизо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир созанд. вақте ки бемор ба бемории доманаро аз сар мегузаронад, аллакай вай масъулият пайдо мекунад ба ҳамин беморӣ. Вай такроран ба ин беморӣ гирифтор намешавад, лекин дар байни инҳо ҳомилон мемонанд. аммо ҳомилон баъдан метавонанд ки дигар шахсиятҳоро, яъне ки таъсир расонанд ба дигар шахсиятҳо. ваксин ҳам ҳаст, лекин вақте ки вай худаш масъулият пайдо мекунад, аллакай дигар ҳоҷати ба ваксина кардан ҳам нест. барои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ваксинаи зидди домана ҳамчун ҳабҳои даҳонӣ ё сӯзандорои яктаъфаина пешниҳод карда мешавад. табибон тавсия медиҳанд дар минтақаҳое ки домана ба қайд гирифта мешавад, барои кам кардани хатари сироят бояд дастурҳои зерин, обҳои газдор, обҳои ҷӯшида аз як зарф агар ки оби бастабандишуда яъне тамъизшуда мавҷуд набошад, ҳама гуна оби дастрасро лоақал 1 дақиқа пеш аз нӯшидан ҷӯшонидан ҳатмӣ мебошад. тавсияи мо ба ҳамаи мардуми тоҷикистон ки бояд аз обҳои ифлос худдорӣ намоянд. мутахассисони сироятшинос маслиҳат медиҳанд ки сокинон ба хусус кӯдакони муассисаҳои томактабӣ ва таълимӣ ки зиёдтар таваҷҷӯҳ ба маводҳои тезтайёр ва обҳои газнок доранд худдорӣ намоянд, чунки на дар ҳама мактабҳо ва ё дуконҳо қоидаҳои беҳдоштӣ ба талабот ҷавобгӯ мебошад. ҳамон ошхонаҳое ки дар назди муассисаҳои мактабии онҳо аст, дар назди боғчаҳои онҳо аст, худи ана ҳамон уҳдадории нигоҳубини санитарию гигиении ана ҳамон ошхонаҳоро масъулияташро худи анамон директорҳо ба уҳда бигиранд, чун солимии ана ҳамон мактаб дар дасти ана ҳамон директору муаллимони ҳамон мактаб аст ё аз ҳамон боғчае ки кор ва фаъолият менамояд. бисёри вақт паҳншавии бемории сироятӣ аз ҷониби кӯдакон паҳн мешаванд, чунки онҳо 100% гигиенаи шахсии худро истифода намебаранд. бисёри маврид мешавад ки саршавӣ аз боғчаву мактабҳо мешавад, аз хона намешавад, чун падару модар назорати қатъӣ мекунанд. лекин мо мефаҳмем муаллимони азизам наметавонанд ба 35-36 нафар яъне ки расидагӣ кунанд, аммо каму беш бояд ки назорат кунанд. маслиҳати мутахассисони сироятшинос пешгирӣ аз табобат аст ва барои ҷомеаи солим бунёд намудан падару модарон, омӯзгорон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои тандурустӣ бошанд. агар ки дар оила як нафар ба бемории домана мубтало мешавад, табобати хонагӣ номумкин аст ва барои пешгирӣ ва хуруҷи ин беморӣ ҳатман бемор бояд ба беморхона интиқол дода шавад.